چطورین بچه؟ از اینکه هستم و خوش اومدید به اولین قسمت آنباکس و بررسی محصولات گیمینگ کانال. قبل از هر کاری باید بگم که این ویدیو هیچ اسپانسری نداره و صرفاً تجربه خرید خودم رو بهتون میگم. من سعی میکنم که توی این سبک ویدیوها یک محصول رو از چند جهت مختلف بررسی کنم و نظر خودم و چیزی که واقعاً حس میکنم رو بهتون بگم. اگه از این سبک محتوا خوشتون میاد حتما کانال رو سابسکرایب کنید، توی کامنت ها بهم بگید و دکمه لایک رو فشار بدید. محصولی که امروز میخوایم بررسیش کنیم هدست اسکال پرو از برند معروف و آشنای رد دراگون. هدستی که من برای خودم گرفتم و بهتره که الان جعبه‌ش رو بهتون نشون بدم. من رنگ سفید و طوسی این هدست رو گرفتم و چیزی که باید بگم اینه که وقتی که جعبه رو باز میکنید همون اول کار چیزی که میبینید یه چند تا وسیله است که میخوام بهتون نشون بدم. مثل همیشه یه دفترچه راهنماست که توی همه محصولات میتونید اینو پیدا کنید. حتما ببینید چون یه سری از کاراییایی که داره توی این نوشته شده که چطور ازشون استفاده کنید، چطور غیر فعالشون کنید. چیز دیگه ای که طبق معمول تو محصولات رد دراگون پیدا میکنید این استیکرهای جذاب و عجیب غریبه که من خودم استفاده نمیکنم چون جایی ندارم برای چسبوندنشون، ولی خب سلیقه‌ایه. اگه دوست داشتید میتونید ازشون استفاده کنید. گزینه بعدی که توی بسته‌بندی پیدا میکنید این جعبه خفن و خوشگل رد دراگونه که داخلش کابل شارژر و کابلیه که میتونید باهاش هدست رو استفاده کنید و میکروفون جدا شدنی هدسته که میتونم الان اینا رو بهتون نشون بدم. همشونو از این جعبه در آوردم که تک به تک بهتون نشون بدم چون یه مقدارم جام سخته خب برای نشون دادن. یک کابل با کیفیت بافت اگه بتونم نشونتون بدم اینجوریه که یه سمتش تایپ A و یه سمت دیگهش تایپ C و یه میکروفون که میتونید اینو از هدست جدا کنید و بدون میکروفون ازش استفاده کنید وقتایی که حالا لازم ندارید، نمیخواید دست و باتون رو بگیره، اگه کاری انجام میدید، اگه میخواید فیلمی ببینید، بازی کنید که نیاز به میکروفون ندارید میتونید اینو جدا کنید و خود هدست رو استفاده کنید. و میرسیم به بخش اصلی داستان که هدست جذاب رد دراگونه. امیدوارم که بتونید هدست رو کامل ببینید. این طرحیه که کنار هدست شما میتونید برند رد دراگون رو روش ببینید. یه سری چراغ هم این پایین داره که یه نور آبی ثابتی رو بهتون نشون میده ولی خب قابل تغییر نیست. از مشخصات ظاهری بگم کلا جنس بدنه این هدست از پلاستیکه. بعد کاپ های گوش و این قسمت بالاییش همشون پارچه‌ای هستند و داخلش فوم به کار رفته. خیلی میتونم بگم که راحته و ارگونومی خوبی داره، روی گوش اصلا اذیت نمیکنه، گوش رو زیاد گرم نمیکنه و این هدست خیلی سبکه و جوری که من اطلاع دارم انگار 200 گرم کلا وزنشه. شما اصلا یادتون میره که هدست روی گوشتونه. بسته به اینکه اندازه سرتون چقدره میتونید از کنارهای این گوشا بگیرید و بکشید و اندازه سر خودتون تنظیمش کنید. کیفیت ساختش به نظر من خوب، مناسب توی اون قیمت و یه طراحی شیک و خیلی مدرن و مینیمالی هم بهتون میده که برای هر کاری مناسبه. سمت چپ گوشی 3 تا دکمه ببینید که اولی برای روشن خاموش کردن، دومی برای کم و زیاد کردن صدا و سومی برای میوت و آن میوت کردن میکروفون به کار میره. خب بخش طراحی رو تموم کردیم. به نظرم که یه هدست خیلی شیکیه. اگه دوست داشته باشید برای گیم و یا هر کار دیگه ازش استفاده کنید گزینه به نظرم مناسبیه اگه ظاهر هدست براتون خیلی مهمه. و میرسیم به بخش کارایی و ویژگی های این هدست جذاب. اگه بخوام از ویژگی های این هدست بهتون بگم اینه که اولا گفتیم وزن خیلی سبکی داره،
بعدش 3 حالت میتونید از این هدست استفاده کنید. حالت اول اینه که شما با کابل به کامپیوترتون وصل کنید یا به گوشیتون از طریق دانگل و اینا و ازش استفاده کنید، یا میتونید به حالت بلوتوث به گوشیتون وصل کنید، یا یه حالت دیگه هم داره که دانگل هدسته که میتونید باهاش به کامپیوتر وصل بشید و بدون تأخیر و با کیفیت بالا ازش استفاده کنید. یه دانگل همچین ریزه میزه‌ای داریم که آرم اژدهای رد دراگون هم روش میتونید به کامپیوترتون وصل کنید و به صورت وایرلس از هدستتون استفاده کنید. هدست یه باتری 600 میلی آمپری داخل خودش داره که تا جایی که من دیدم از بررسی‌هایی که دیدم میتونه تا یه هفته براتون دووم بیاره. بسته به استفاده‌ای که ازش میکنید میتونه تا یه هفته دووم بیاره، ولی خب شما 3-4 روز رو در نظر بگیرید. من خودم هم چون تازه این هدست رو خریدم تست نکردم که چقدر باتری نگه میداره، ولی خب دیروز که شارژ کردم ازش استفاده کردم، باتریش چندان استفاده ای نشده و نمیدونم کی شارژش کنم و نظر خودم حالا توی کامنت ها بهتون میگم. میرسیم به بخش جذاب بررسی کیفیت صدا و بررسی کیفیت میکروفون این هدست. من برای اینکه شما کیفیتش رو خوب متوجه بشید الان به سیستم وصلش میکنم و با اون صدام رو میگیرم که کیفیتش رو ببینید. خب نکته دیگه ای که هست اینه که برای اینکه کیفیت صدای هدست رو بهتون نشون بدم راه حلی وجود نداره، چون این هدست دیگه اسپیکر که نیست، ولی خب با توجه به تجربه خودم و هدست قبلی که داشتم میتونم بگم که یک کیفیت تقریبا فوق العاده ای بهتون میده. بلندی صدای خیلی زیادی داره، مخصوصا وقتی که با بلوتوث به گوشیتون وصل میکنید دیگه گوشاتون در حد کر شدن دیگه میره، ولی خب کیفیت صدای واضحی داره، شفاف صداها. یه سری توی صداهای ریز یا مثلا صدای خواننده بسته به این که موزیکتون چیه ها، اینم در نظر بگیرید. یه مقدار شاید صداها رو خوب متوجه نشید، البته این سلیقه‌ای و بستگی داره که چجوری باشه، ولی توی گیم مخصوصا گیم‌های شوتر، گیم‌های داستانی خیلی کیفیت فوق‌العاده‌ای داره و قراره گیم میشید دیگه، میتونم اینجوری بگم. یه قابلیت دیگه ای که این هدست داره اینه که صدای سه‌بعدی بهتون میده. 7 کاناله فکر کنم روش وجود داره، ولی خب صدای سه‌بعدی رو در نظر بگیرید. واقعا میتونید جهت حرکت هر چیزی، جهت صداها رو کاملا و ایدئال تشخیص بدید. شارژ کردن هدست کلا 3 ساعت طول میکشه که برای چند روز استفاده واقعا به نظرم مناسبه. یه نکته جالب و خوب این هدست هم اینه که وقتی که شارژ نداشته باشه میتونید با سیم به کامپیوترتون وصل کنید و همزمان که ازش استفاده میکنید باتریش هم شارژ میشه و دیگه دغدغه تموم شدن باتری هدست هم ندارید. میکروفون هدست رو من وصل میکنم سر جاش. یه بیلبیلکی داره اینجا که نشون میده چجوری این میکروفون رو وصل کنید که درست باشه و میریم سراغ روشن کردن هدست. وقتی که روشنش میکنید میگه گیمینگ مود، این یعنی در حالتیه که شما میتونید با دانگل وایرلسی که داره و کابل USB از این هدست استفاده کنید. اگه 2 بار این دکمه پاور رو بزنید به حالت بلوتوثیش فعال میشه. توی دفترچه اینا رو میتونید علامتشون رو بخونید، الان من زیاد توضیح نمیدم. یادم رفت که بهتون میگم این هدست چند تا رنگ مختلف داره که حالا بسته به سلیقتون میتونید انتخاب کنید. من رنگ سفید و طوسیشو دوست دارم چون که واقعا خیلی خوشگل به نظر میاد. الان دارید صدای منو از طریق میکروفون همین هدست گوش میدید. نمیدونم حالا در چه حدی، خودم احتمالا توی ادیت اینو میبینم، ولی اگه خوب بود توی کامنت ها برام بنویسید. فکر کنم یه مقدار نویز میگیره چون که حالت نویز کنسلینگش رو من نمیدونم چجوری باید فعال کنم یا اصلا داره یا نه، ولی خب میشه با استفاده از یه سری برنامه ها و گذاشتن فیلتر این مشکل هم برطرف کرد. خب این کیفیت صدایی که الان دارید میشنوید به صورت در حالتیه که به دانگل وصلیم و میخوام با کابلم اینو تست کنم که ببینیم آیا فرقی میکنه یا نه. یه مقدار ستاپ کردنش توی OBS طول کشید، ولی الان دارید صدای منو با وقتی که کابل USB به هدست وصله و دانگل وصل نیست میشنوید. نمیدونم چقدر توی کیفیت صدا فرق داره، ولی خب نظر خودتون رو راجع به این میکروفون بهم بگید. یه مقدار فکر کنم صدا بلند باشه، سعی میکنم توی
ادیت اینو کم کنم که اذیت نشید و هیچ گونه افکت و چیزی هم نمیذارم که کیفیت واقعی میکروفون رو ببینید. من فراموش کردم توی ویدیو این میکروفون رو از صورتم بکشم بیرون، ولی خب صداها از این میکروفون داره ضبط میشه، میتونید متوجه بشید. اگه بخوام به صورت جمع‌بندی و نظر کلی خودم رو بگم، چون که خودم از بین چندین مدل هدفون و هدستی که توی بازار بود و توی بازارهای قیمتی مختلف بودم، به نظر من این هدست یه هدست قابل قبول و با ارزش خرید بالاست. به نظر من حالا ممکنه سلیقه‌ای باشه با توجه به قابلیت‌هایی که داره، من توی کمتر هدستی این قابلیت‌ها رو دیدم و چی دیگه. امیدوارم که شما خوشتون اومده باشه. اگه این ویدیو رو دوست داشتید، اگه به نظرتون بررسی من مفید بود، حتما توی کامنت‌ها بگید و با فشردن دکمه سابسکرایب کانال از من حمایت کنید. تا ویدیوی بعدی، تا اپیزود بعدی.